در سالهای اخیر باورها رو تضعیف کردند. قشریگری در جامعه ما امروز رواج پیدا کرده. بالاتر از قشریگری امروز خرافات در جامعه ما رواج پیدا کرده. آیا امروز در جامعه ما اخلاقی وجود داره؟ حسن روحانی در اثنای رقابت‌های انتخاباتی دولت قبل را ناکارآمدترین و بی‌برنامه‌ترین دولت خطاب و عنوان کرد که در صورت پیروزی در انتخابات برنامه‌ای مدون برای اداره کشور ارائه خواهد کرد. در برنامه مدون من علاوه بر برنامه برای حل مشکلات اقتصادی اجتماعی، برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. و مگر میتوان در یک شعار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل پیدا کند و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ این حجم از انتقادات پس از پیروزی در انتخابات با وسعت بیشتری ادامه می‌یابد. 22 میلیارد دلار در یک دوره 18 ماهه برای اینکه آقایون می‌خواستن قیمت ارز پایین نگه دارن بردن در خارج از کشور. هنوز باید پیگیری مسئله باشیم که این ارزا به کیا دادن بردن فروختن، به چه قیمتی فروختن. در 50 سال گذشته یک همچون رکود تورمی در کشور ما سابقه نداشته. نقد جزئیات سیاست‌های دولت دهم افکار عمومی را امیدوار به ارائه برنامه‌ای جامع از جانب دولت تدبیر امید برای اداره کشور می‌کند. یارانه در واقع هدفمند نشد. قدرت خرید رو به مردم نداد. 45,000 تومان رو دادیم، بیشتر از اون از جیب مردم برداشت شده. یارانه ها از اون داستان‌های پرغصه جمهوری اسلامی است. با این اظهارات دولت میبایست طرحی نو در میانداخت و حذف پردرآمدها بهترین راه حل برای پرداخت هدفمند یارانه ها بود. بر این اساس علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مجلس از رصد حدود 10 میلیون پردرآمد در کشور خبر داد و حذف این افراد از دریافت یارانه را به عنوان سیاست دولت تدبیر امید عنوان کرد. فرآیند شناسایی و حذف شروع شده و بناست که با شناسایی هرچه کاملتر گروه‌های درآمدی ادامه پیدا بکنه. اما پس از آن در اظهاراتی متناقض دولت هر گونه اطلاع از اموال مردم را غیر ممکن عنوان و این شایبه را ایجاد می کند که دولت علیرغم شعارهایی که علیه یارانه میداد تمایلی به حذف یارانه پردرآمدها ندارد. امکان حذف 3 درجه بالا برای ما وجود ندارد. سفرهای استانی از جمله اقدامات دولت‌های نهم و دهم بود که نتوانست از تیغ انتقادات رئیس دولت 11 پنهان بماند و به عنوان اقدامی هزینه‌بر و عوام فریب معرفی شد. من خیلی دوست ندارم که در سفر استانی مردم نامه‌ای بدن که تقاضای پول داشته باشن، پاسخ اون نامه هم یه 50,000 تومانی برای همه باشه. با انتخاب روحانی دولت تدبیر امید ادبیات خود را تلطیف و اصل سفرهای استانی را مثبت عنوان می‌کند و اعلام می‌شود که با تغییراتی در روش سفرهای استانی با نام جدید سفرهای پایش و پویش ادامه خواهد یافت. ما اسم این برنامه رو باید بگذاریم پایش و پویش استانی. سفرهای استانی در دولت 11 اما برخلاف ادعا ماجرای دیگری پیدا می‌کند. به خاطر زور ما اومدیم 1394 دانش آموز به خاطر زور مدرسه اجباراً آوردن دیدار آقای روحانی. تلاش برای نمایش استقبال پرشور از رئیس جمهور به حدی است که حتی مدارس ملزم به تعطیلی و اعزام دانش آموزان برای استقبال از رئیس جمهور می‌شوند. تحریم‌های 2 سال پایانی دولت دهم سبب شد تا دولت برای جبران کسری بودجه قیمت دلار را به ناگاه تا 3 برابر افزایش دهد تا جایی که تا سال 92 قیمت دلار به بیش از 3500 تومان نیز رسید. همین سیاست غلط آماج انتقاد دولت 11 شد. اما حتما نرخ ارز متعادل خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در صبحانه کاری مشترک مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی گفت نرخ فعلی نرخ کف است و کاهش قیمت ارز بیش از این به صلاح نیست. خودش رو داره و اگر زیادتر از این کاهش پیدا بکنه که به نظر ما هیچ منطقی در این رابطه نیست، تأثیرات منفی دیگه ایجاد میشه و به نظر ما نمیاد که هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر از اینش وجود داشته باشه.
بنده هیچ وقت با این مخالف نیستم، بلکه در واقع من خودم اولین کسی هستم که این موضوع رو وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم. پس از کسب رأی اعتماد، آخوندی وزیر راه و شهرسازی تغییر موضع می‌دهد و به ناگاه از بانی مسکن مهر به منتقد آن بدل می‌شود. ولی واقعا همچین خیلی طرح جالبی هم نبوده که گفته میشه آقا متوقف میشه، باید متوقف بشه. حمله همه جانبه به مسکن مهر علی‌رغم اعتراض صدها هزار نفر از مردم که در نوبت این مسکن بودند، زمانی میتوانست پاسخ معترضین را بدهد که طرحی جایگزین ارائه شود و بر همین اساس طرح مسکن اجتماعی توسط وزارت مسکن و شهرسازی ارائه شد. چند سال از طرح مسکن اجتماعی میگذرد و هنوز در مرحله طرح باقی مانده و این در حالی است که مسکن مهر علی‌رغم کمبودهایش توانسته آمار قابل توجهی از مردم را صاحب خانه کند. دولت 11 به پایان کار خود نزدیک شده و با وجود بی برنامه خواندن دولت قبل عملاً طرح‌ها و سیاست‌های دولت قبل را با اسامی دیگر ادامه می‌دهد.